بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام. آرزومندم که همه شما خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو تعامل بین فلز و القلی را بررسی میکنیم. فلز آلومینیم با سدیم هیدروکساید. میبینیم که چگونه و چه نوع تعامل کیمیایی صورت میگیره و محصول تعامل چی میباشه. مواد و وسایل مورد نیاز این فعالیت: سدیم هیدروکساید، ورق آلومینیم، پیپت یا قطره چکان، بیکر، تست تیوب، قفسه تست تیوب، اندیکاتور یونیورسل، گوگرد، دستکش، ماسک و عینک. قبل از انجام تجربه استفاده از وسایل محافظتی مانند عینک، دستکش و ماسک ضروری است، به خاطر که سدیم هیدروکساید یک القلی قوی است که میتونه باعث تخریش پوست و سیستم تنفسی شما شود. در ابتدا مقداری از سدیم هیدروکساید گرفته در بیکر میاندازم و توسط اندیکاتور یونیورسل پی‌اچش را دریافت میکنیم. ببینیم که چند است. pHش مساوی به 12 هست، یعنی که یک القلی قوی می باشه. و حال مقداری از سدیم هیدروکساید در تست تیوب می اندازم. سپس چند توته از ورق آلومینیم در تست تیوبی که سدیم هیدروکساید داره اضافه می کنم. ببینیم که چگونه تعامل صورت می گیره. میبینیم که از سطح ورق آلومینیم حباب های خارج میشه که همین حباب ها نشان دهنده گاز هیدروژن هست. حال به خاطر از این که بیشتر متیقن شویم که گاز تولید شده گاز هیدروژن هست یا نه، میاییم تستی که وجود گاز هیدروژن به اثبات میرسانه انجام میدیم. دهنه تست تیوب یک چند لحظه بسته میکنیم تا که گاز جمع شود. سپس گوگرد روشن کرده به دهنه تست تیوب نزدیک میکنیم. اگر گاز تولید شده گاز هیدروژن باشه، صدای پا به ایجاد میکنه. معادله کیمیایی این تعامل قرار ذیل است. فلز آلومینیم که یک فلز امفوتریک هست، هم با تیزاب و هم با القلی تعامل میکنه. در اینجا با القلی یعنی با سدیم هیدروکساید تعامل کرده، سدیم آلومینات ساخته و گاز هیدروژن آزاد میشه. این نوع تعامل ریدوکس هست. فلز آلومینیم الکترون خود از دست داده، نمبر اکسیدیشن مثبت 3 را به خود گرفته و اکسیدیشن میشه. اما نمبر اکسیدیشن هیدروژن از مثبت 1 به 0 انتقال کرده و ریدکشن میشه. امیدوارم که از این ویدیو اطلاعات مفید را کسب کرده باشید. تا اجرای ویدیوی آموزشی بعدی، خدا نگهدار.